ندیم امیری بازیکن افغان تبار چطور به تیم ملی فوتبال آلمان دعوت شد؟ با من رضا دانشفر از چینل کول پلاس همراه باشید. سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای چینل کول پلاس خوش آمدید. دعوت ندیم امیری فوتبالیست افغان تبار آلمانی و تیم ملی آلمان یکی از پدیده‌های نادر برای افغانستان بود که واکنش‌های فراوان افغان‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. شماری او را به دلیل بازی نکردن در تیم ملی افغانستان سرزنش کردند و شماری دیگر گفتند که موفقیت آقای امیری در هر تیم ملی و باشگاهی برای آنها اهمیت دارد. برای دانستن چگونگی دعوت ندیم امیری و تیم ملی فوتبال آلمان تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که جهت حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چینل یوتیوب کول پلاس را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. در فوتبال یکی از اتفاقاتی که معمولاً برای هواداران خاطر انگیز و فوق‌العاده جذاب و بیادماندنی است، حضور و بازی ستاره‌های کشورشان در تیم‌های معتبر باشگاهی و قرار گرفتن آنان در مقابل بازیکنان صاحب نام دنیاست. در قاره آسیا چند کشور فوتبال خیز از جمله ایران، ژاپن و کره جنوبی به این شرایط رسیدند و بسیاری از بازیکنان تیم‌های ملی این کشورها در رده‌های بالای فوتبالی حضور دارند. به طور مثال اگر علیرضا جهانبخش ملی پوش فوتبال ایران در ترکیب تیم برایتون مقابل تیم‌های بزرگی مثل سیتی و لیورپول قرار بگیرد، مخاطبان تلویزیونی در ایران بیشتر و حتی رسانه‌ها نیز این مسابقه را بیشتر از همیشه در محراق توجه قرار می‌دهند. پدیده فوتبال افغانستان. در فوتبال کم نفس اما پرشور افغانستان ماجرا طور دیگری است. بازیکنان اندکی در لیگ‌های برتر و سطح اول دنیای فوتبال بازی کردند یا اگر بازی هم کردند خیلی در معرض دید و توجه قرار نگرفتند. اما چند سالی است که نام یک پدیده فوتبالی یعنی ندیم امیری که در بالاترین سطح فوتبال آلمان بازی کرده و درخشیده است باعث دلخوشی افغان‌ها در مستطیل ثبت شده است. در اوایل و دلیل نام این بازیکن ایرانی‌های زیادی فکر می‌کردند این بازیکن همانند سایر استعدادهای فوتبالی کشورشان ایرانی است، اما رفته رفته با تمرکز و توجه خبرنگاران ورزشی افغانستان و دعوت پسر عموی ندیم زبیر امیری و تیم ملی فوتبال افغانستان، امیری در رسانه‌های فارسی زبان به عنوان یک فوتبالیست افغان شاغل در بوندسلیگا معرفی شد. بازیکنی که در تیم هوفنهام آنقدر نیمکت نشینی و بازی در تیم دوم را تجربه کرد تا اینکه توانست چند فصل متواتر را در ترکیب اول این تیم در رقابت‌های بوندسلیگا تجربه کند. ندیم پس از 6 سال حضور در هوفنهام در اوایل همین فصل فوتبالی به یکی از تیم‌های صاحب نام فوتبالی آلمان یعنی بایر لورکوزن پیوست. تیمی که پیش از بایر مونیخ و دورتموند اسم و رسم زیادی در کشور فوتبالی آلمان دارد. ندیم شاید در این تیم همانند هوفنهایم نتواند خیلی در ترکیب 11 نفر اصلی جایی داشته باشد، اما بازی در تیمی که معمولاً در هر فصل در میان 4 تیم بالای جدول است و سابقه بازی در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را دارد، میتواند برای فوتبالیست افغان تباری که سودای بازی در تیم ملی آلمان را در سر دارد اتفاق بزرگ و ویژه‌ای باشد. خانواده امیری نمیخواست او در تیم ملی افغانستان بازی کند. امیری از آن دسته بازیکنانی است که خانواده‌اش کم حاشیه است و کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کند. با وجود این که یکی از دلخوشی‌های فوتبال دوستان افغانستان دیدن ندیم امیری با پیراهن تیم ملی فوتبال افغانستان بود، اما هر از گاهی از زبان پدر ندیم یادآوری می‌شد که خانواده او راضی به بازی کردن فرزندشان برای تیم ملی فوتبال افغانستان نیستند. مشکلات مدیریتی و بی‌سرنوشتی فوتبال در افغانستان، عدم رشد فوتبال در طی 10 سال گذشته در این کشور و از همه مهمتر امیدواری برای حضور در تیم ملی بزرگسالان منشأ افت‌ها از مهمترین دلایل خانواده آقای امیری برای مخالفت حضور این بازیکن در تیم ملی فوتبال افغانستان بود. امیری همزمان به عنوان یکی از پدیده‌های جوان و آینده‌دار فوتبال آلمان معرفی شد و توانست جایگاه خوبی در تیم ملی نوجوانان و جوانان این کشور نیز برای خود دست و پا کند. وی در سال 2017 با درخششی فوق‌العاده تاثیرگذار توانست یک جا با تیم ملی فوتبال زیر 21 سال آلمان مقام قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا را به دست آورد.
امیری همچنین چندی پیش برای دومین بار با پیراهن تیم ملی جوانان آلمان در این مسابقات شرکت کرد که همواره با این تیم تا آستانه قهرمانی هم رفت، اما در شب گلزنی او اسپانیا قهرمانی را از آلمان گرفت تا این بار سهم امیری با آلمان نایب قهرمانی در اروپا باشد. خانواده‌ای که به آرزوی دیرینه خود رسید. پس از پیوستن ندیم به لورکوزن و شانس بازی در لیگ قهرمانان اروپا، آن هم در بازی مهم برابر یوونتوس، اتفاقی افتاد که شاید افغان‌ها منتظرش نبودند. اما ندیم و خانواده‌اش سالهاست در انتظارش بودند، رخ داد. و یواخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، نام آقای امیری را در فهرست 23 نفره آلمانی‌ها برای دیدار تدارکاتی با آرژانتین و در تقابل با استونی در انتخابی جام ملت‌های اروپا قرار داد تا این فوتبالیست جوان به آرزوی دیرینه خود برسد. بر اساس قوانین فیفا تا زمانی که یک بازیکن فوتبال در تیم ملی اصلی و بزرگسالان یک کشور بازی نکرده باشد، حق انتخاب برای بازیکن در تیم ملی فوتبال کشور دیگر را دارد، مشروط بر اینکه گذرنامه آن کشور را نیز دریافت کند. از آنجایی که آقای امیری اصالتاً افغان است، هواداران تیم ملی فوتبال افغانستان امیدوار بودند تا وی همانند پسر کاکایش بازی در تیم ملی کشور اصلیش را به کشور زادگاهش ترجیح دهد. اگر نگاهی به تیم‌های صاحب نام دنیای فوتبال همانند فرانسه اندازیم، بسیاری از بازیکنانش را مهاجرانی تشکیل می‌دهند که سال‌هاست کشور اصلیشان را ترک و رشدشان را مدیون کشور مربوطه هستند. شاید اگر امیری توسط لو و تیم ملی آلمان دعوت نمی‌شد و انتظار او برای حضور در تیم اول این کشور طولانی می‌شد، امیدواری‌هایی وجود داشت، اما به نظر می‌رسد با توجه به جوانگرایی بی‌سابقه آقای لو در تیم ملی آلمان و متکی شدن وی به نسل جدید فوتبالی این کشور، این اتفاق در بهترین وقت ممکن برای ندیم رخ داد. با این حال ندیم میتواند با نمایش توانایی‌هایش در ترافیک استعدادهای فوتبال آلمان دست کم یکی از مهره‌های آقای لو در مسابقات انتخاباتی و در نهایت جام ملت‌های اروپا باشد که تا یک سال دیگر برگزار خواهد شد. و اما ندیم امیری کیست؟ این بازیکن 22 ساله در آلمان در خانواده افغان متولد شد. به نوشته سایت بوندسلیگا، والدین ندیم از مهاجران افغان هستند که در دهه 1980 وارد آلمان شدند. این بازیکن 180 سانتی متری فوتبالش را در تیم‌های پایه کایزرسلایترن شروع کرد، اما در 15 سالگی که توانست وارد تیم زیر 17 ساله هوفنهایم شود، فوتبال برایش جدی‌تر شد. امیری سال 2012 به هوفنهایم پیوست، اما 7 فوریه 3 سال بعد و در 18 سالگی بود که توانست اولین حضورش را در بوندسلیگا تجربه کند. در مسابقه خارج از خانه‌ای که با شکست 3-0 مقابل وولفسبورگ تمام شد. ندیم امیری در مورد راهی که برای رسیدن به فوتبال حرفه‌ای پیمودم میگوید: من به نوعی یک فوتبالیست خیابانی هستم. من با قلبم بازی میکنم و با تمام وجودم در تلاشم که به تیمم کمک کنم. ذهنیت پیروزی طلب من بدون شک ریشه در بازی خیابانی دارد. وقتی حرف فوتبال و میان میآید، دیگر مهم نیست که پوستتان چه رنگی است یا چه دینی دارید. همه دور هم جمع میشوند تا لذت ببرند. این هافبک تهاجمی 4 سال در تیم بزرگسالان هوفنهایم حضور داشت و در 106 بازی بوندسلیگا 11 گل برای این تیم زد. او تابستان گذشته با قراردادی 5 ساله به لورکوزن ملحق شد و تاکنون 3 بار برای این تیم به زمین رفته است. اولین دیدار ملی امیری برای آلمان به 3 سال پیش باز می‌گردد. او مارس سال 2016 در مسابقات انتخاباتی زیر 21 سال اروپا مقابل روسیه به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد. 1 سال بعد از آن آقای امیری همراه با آلمان قهرمان مسابقات زیر 21 سال اروپا شد. او 6 بار در ترکیب اصلی آلمان قرار گرفت و 1 گل هم به دانمارک زد. آلمان در فینال 2-1 اسپانیا را شکست داد. ندیم امیری 48 بار برای تیم جوانان آلمان بازی کرد و 11 گل هم به ثمر رساند. گرچه سرعت پیشرفت ندیم امیری حیرت انگیز است، اما این موجب نشده که ریشه هایش را فراموش کند. این بازیکن جوان همواره در پروژه های مربوط به پناهجویان باشگاهش شرکت می کند. او همچنین با صلیب سرخ و داوطلبین محلی همکاری می کند تا بتواند به کسانی کمک کند که تجربه مشابه تجربه 30 سال پیش والدینش را دارند. با تشکر که تا آخر این ویدیو نیست ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما کانال یوتیوب کول پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان.